دعا بکنیم دوستای عزیز، شاگردها، استادای گرامی. الله پاک حاجی سیبی هارون جان و تمام دوستا و همکاراش الله پاک در عمر مال و جانشان برکت نصیب فرماید. آمین. و در هفته 3 روز شاگردای عزیز شما شاهد هستین که این پارسالان برنج بسیار اعلی، نوشابه بسیار خوب و خرما، نان خیلی گرم و ملایم براتان با یک بوتلاو تقدیم میکنه. الله تعالی همیشه صحت و سلامتشان بدارد. آمین. الله گذشتگانشان جنت الفردوس نصیب بفرماید. آمین. الله در عمر و مال و جان و آبرو و عزتی بقیه خیر و برکت نصیب بفرماید. آمین. پروردگار تمام آرزوهای مشروع و جایزشان برآورده خیر بگرداند. آمین. دوستایی که همراه حاجی سیبی هارون جان در این افطاری شریک هستند، تمام آرزوهای مشروعشان الله برآورده خیر بگرداند. آمین.